بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مردم شریف، متدین و روزدار اندونزی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وظیفه خودم میدونم که فرا رسیدن عید سعید فطر رو به همه شما روزداران عزیز که یک ماه خدا رو روزداری کردید تبریک عرض بکنم. الان که کشور من تحت بمباران‌ها و حملات دشمن صهیونیستی و امپریالیسم آمریکا قرار داره، از خدا میخوام که در این عید سعید فطر به همه دنیا صلح، ثبات، امنیت و آرامش اعطا بکنه و انشالله شما مردم اندونزی، مردم ایران و تمام مردم دنیا بتونیم در صلح و آرامش در کنار همدیگر زندگی کنیم. و برای شما بهترین ها رو آرزو دارم و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.